سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با مهندسی جهل سری پنجم، برنامه پنجم مهندسی جهل در خدمت شما خواهم بود. اگر یادتون باشه هفته گذشته یا جلسه قبل آقای محمد جندهی آذرباش، یعنی جبهدار باشی یا آذرباش صحبت کردیم، ارائه دادن. ایشون در این مدتی که عمرشون رو و سرمایهشون رو صرف جمع‌آوری کتاب‌های ترکی، کتاب‌های خطی ترکی تاریخی کردن، تونستن در این سالها، نمیدونم چند سال عمرشون رو در اینجا گذاشتن، حدود 12,000 جلد کتاب ترکی قدیمی رو شناسایی بکنن، این رو برن تو اون شهر، تو اون کتابخونه، این کتاب رو بگیرن و ازش PDF تهیه بکنن. آقای محمد رضا باغبان کلیمی هم 1000 جلد کتاب رو تونستن جمع آوری بکنن، یعنی حدود 13,000 جلد کتاب ترکی که به خاطر اینکه ما رو جاهل نگه داشته بودند، منظورم ما مردم عادی نیست، مردم کوچه و بازار نیست، منظور من معلم ها هستن، منظور من اساتید دانشگاه هستن، منظور من محققان، نویسندگان، روزنامه نگاران، کتابخونهای حرفه‌ای، روزنامه خونهای حرفه‌ای هستن که متاسفانه فکر میکردیم به خاطر اون جهلی که به ما آموزش دادن، ما فکر میکردیم که ترکی خیلی ضعیفه، به قدری ضعیفه کتاب برای در تاریخ کتاب ننوشتن و حتی بعضی از ماها فکر میکردیم که بعضی از من بگم پانتورک ها، چون خود من پانتورکم، پانتورک بودن یک افتخار دوستان، همونطور که برای فارسا پانفارس بودن یک افتخاره و میگه که آقا زبان شیرین فارسی و مقاومت میکنه، میگه که نباید زبان ترکی و نمیدونم زبان عربی و زبان بلوچی و زبان فلان آموزش داده بشه برای اینکه فارسی به خطر میفته، این پانفارسیسمه. ولی ما اونو نداریم، ما نمیگیم که نباید زبان فارسی عربی فلان آموزش داده نشه، ما به اون معنی سلبی ترک نیستیم. ما میگیم آقا ما ترک ها یک ملتیم، یک زبان داریم، یک تاریخ داریم. ما در اثر آموزش جهلی که به ما در مدرسه و دانشگاه توسط استادان و معلم های جاهل داده شده، به جاهل بار اومدیم و نفهمیدیم که آقا، اجازه ندادم بفهمیم که آقا حالا دو تن از بزرگان ترک تونستن 13,000 جلد کتاب در نجوم و ریاضیات و هندسه و فیزیک و شیمی و دارو و طب و نمیدونم رمان و قرآن و تفسیر و ادویه و حقوق و فقه و فلسفه و منطق و الهیات و عرفان و اینها رو و رو مهندسی جعل و مهندسی جهالت زندگی میکنیم. ما نباید هر چیزی که اینا گفتن باید بریزیم دور. آقا 2 تن از بزرگان ترک با مصرف کردن علمشون و ثروتشون 13,000 جلد کتاب ترکی رو جمع آوری کردن، تاریخی، خطی، چاپسنگی، قدیمی، یعنی قبل از 100 سال گذشته. حالا ما در فکر اینیم، من در سری قبل در اینجا در یه برنامه زنده گفتم که من حاضرم 10 میلیون تومان بدم 1000 جلد از یک کتاب چاپ بشه و توزیع بشه. اونا به آذربایجان به من پیام دادن و گفتن که آقا منظور من این نیستش که یک کتاب چاپ بشه، منظور من این استش که یک مرکزی به وجود بیاد توسط ترک‌ها یا غیر ترک‌ها، فرقی نمی‌کنه، اونهایی که میخوان باقیات و صالحات بذارن، اونی که مدرسه میخواد درست بکنه، مدرسه رو که درست میکنی میدی این فارسی، زبان فارسی یاد میده، آقا بیا پولتو بذار، اون
1 میلیارد، 10 میلیارد، 20 میلیاردی که میخوای برای ساختن یک مدرسه بذاری، باقیات و صالحات برای امواتت، برای خودت، بیا اینو بذار. این کتاب 13,000 جلد کتاب خطی دست نوشته ترکیه به زبان ترکی در تاریخ رو از هر کدوم یه دونه پرینت بگیر. یک کتابخونه 13,000 جلدی تاریخی نادر کمیاب رو تأسیس بکن. واقعیتش اینه که من اگر از هر کتاب یک جلد پرینت بگیرم، که دستگاه پرینت هم اینجا کنار دستم هست، الان دستم رو میذارم اینجا، این دستگاه پرینت میتونم در هر ساعت یا در هر 2 ساعت یک کتاب رو پرینت بکنم. حد اکثرش که خیلی کند باشه، فکر می‌کنم در دقیقه 20 صفحه میتونه پرینت بکنه. یک کتاب مثلا 200 صفحه‌ای رو میتونم در عرض 10 دقیقه مثلا پرینت بکنم. اما این کاغذش لازم هست، جلد لازم هست توش، اینها فقط کاغذش میشه حداقل قیمت رو من گذاشتم، مال 7 سال پیش رو گذاشتم، چون اون سالها من روزنامه تلویزیون یوناس تیوی کار میکردم. در اونجا برای کارهای روزانه خودم کاغذ میخریدم بسته‌ای، مثلا میرفتم 10 بسته میخریدم، بسته‌ای میشد $5. الان $8 در اکثر مغازه ها، $10، بین $10 تا $8. حالا من میگم آقا اگر یکی 1000 بسته کاغذ بخره میتونه $5 بخره، $65,000 پول این میشه. به اضافه این که باید برای اینها قفسه ساخت. مثلا من الان این اتاقی که درش هستم به اضافه اتاق بغلی حدود 300 متره، این دوتا اتاق 300 متره. اگه بخوایم اینجا رو به کتابخونه با 13 جلد کتاب نایاب ترکی خطی قدیمی که در ایران اجازه چاپ و نشرش ندارن و تلاش کردن بگن آقا شما کتاب ندارید رو درست بکنیم، قفسه بسازیم، حداقل مثلا یه پولی هم $20,000 هم فرض بکنیم که هزینه قفسه ها بشه و زونکن، یعنی جلد اینها رو هم اگه بخوایم درست بکنیم هر کدوم اگه $1 هم بشه $13,000 همونجا، $100,000 پول لازم هستش که فقط بشه اینجا رو آماده کرد، یک کتابخونه رو ساخت. حالا این از توان من انصاف علی هدایت خارج. اما دوستان، اون هایی که ترک هایی که عرب هایی که بلوچ هایی که ترکمن هایی که قشقایی هایی که ثروتی دارید، میخواید یه مدرسه بسازید، یه بیمارستان بسازید، یه فلان بسازید، اونها رو بسازید، نمیگم نسازید، اونها هم لازمه. اما مادامی که از جهل رها نشیم، مادامی که تمامی کارهای ما، هزینه های ما، سرمایه های ما در خدمت تکثیر جهل باشه، یعنی وقتی ما مدرسه میسازیم جهل پانفارسیسم رو وارد ذهن بچه‌های جامعه خودمون میکنیم. بیاییم یک کتابخونه بسازیم در این شهر، در هر شهر خودمون. اگر مثلا یک میلیاردری در کلیبر هست، یک کتابخونه در اونجا بسازه، از آقای آذرباش بخواد اون کتابا رو براش میفرسته، یعنی اون فایل های PDF رو براش میفرسته، اون میتونه یه آدم رو بذاره اونجا بگه خانم آقا مثلا ماهی 10 میلیون حقوقت میدم، 20 میلیون حقوقت میدم، تو بشین اینجا روزی 50 تا کتاب رو پرینت بکن، 100 تا کتاب رو پرینت بکن، اینها رو زینکن بذار این کتابخونه اینجا. من میخوام برای نسل‌های بعدی یک کتابخونه یادگار بذارم. تمامی انسان‌های میلیون‌ها سال بعد بیان از کتابخونه من استفاده بکنن. حالا این کتابخونه در احر هم میتونه باشه، خوی، سلماس، اردبیل، همه شهرها، مشکین، تهران، کرج، ساوه، همدان، الاهواز، تمامی شهرهای الاهواز، تمامی شهرهای آلاوازان، تمامی شهرهای ترکمن صحرا، قشقایستان، بلوچستان، هر شهری ما میتونیم اینو بسازیم. ولی اینها رو کسایی میتونن بسازن که میخوان باقیات و صالحات برای خودشون درست بکنن، میخوان به فرهنگ و زبان خودشون خدمت بکنن، میخوان به تاریخ خودشون خدمت بکنن. حالا این از این. در نتیجه من در اینجا در تورنتو در کانادا تلاش خواهم کرد یک کمپین راه بندازم، بزرگان ترک آذربایجان رو، قشقایستان رو، ترکمن رو،
بزرگان حتی فارس رو، عرب رو، بلوچ رو، اینا رو جمع بکنم یه موقع سرمایه‌داران عزیز یه چنین کار بسیار بزرگی هست، بیایید در کانادا یکی دو تا از این کتابخونه ها بسازید. یکی در مثلا در ونکوور، یکی در هر ایالتی اگه بخواید یه دونه کتابخونه بسازید میشه 12 تا کتابخونه کتاب‌های قدیمی خطی ترکی رو در کانادا به یادگار بذارید که اگر در ایران یک روزی اون کتاب‌ها رو از بین بردن در کانادا داشته باشیم. خب امیدوارم که بتونم موفق بشم، نمیدونم. حالا سر اون قولم هستم. آقای آذرباش هم اعلام کردم که اگر شما اونجا بتونید یک کتابخونه دایر بکنید که امنیتش هم تامین بکنید، من حاضرم که هم خودم هم از طریق دوستانم، از طریق فرهنگ دوستان و زبان دوستان ترکی ماهانه یه مبالغی رو برای شما بتونم جمع‌آوری بکنم و بدم. انشالله که این کتابخونه در اونجا هم در تبریز یا اردبیل و زنجان و قزوین و همدان و جاهای دیگر هم، تهران و اینها تأسیس بشه و در دسترس دانشجویان، دانشپژوهان، محققان، استادان دانشگاه، معلم‌های ابتدایی، راهنمایی دبیرستان قرار بگیره. تا اول ببینید باید ذهن مغز طبقه تحصیل کرده و در حال تحصیل از جهل عمدی و آگاهانه پانفارسیسم رها بشه. هر ترکی که داره میره دانشگاه یا داره میره مدرسه اونه که آقا زبان ترکی 12,000 جلد کتاب، حداقل 13,000 جلد کتاب در زمینه فلسفه و تاریخ و رمان و منطق و نجوم و الهیات و قرآن و تفسیر و ادویه و دعاها، یعنی دعاها و جغرافیا و دریانوردی و صنایع و کشتیرانی و نمیدونم جنگ و هنر و صنعت و معماری و پزشکی و اینها داره و خیلی از چیزهای دیگه داره که فارسا فاقد این هستن. و اون وقت این ذهن آگاه شده دیگه برده نمیشه، دیگه اشغال نمیشه. چون که ما برای اینکه رشد بکنیم، ببینید چرا غربی ها، فیلسوفان غربی و غرب رشد کرد؟ برای اینکه اینها اومدن، درسته که کلیسا جدا شدن، اما تمامی فیلسوفان جدید اینها ریشه در همون فلسفه‌ای که در اون مسیحیت در کلیسا بود هست. اونو گرفتن، گذشته ریشه‌شون از گذشته قطع نکردن. ببینید چیزی که در ایران اتفاق افتاده اینه که برنج رو برداشتن و ما رو از تاریخ گذشتمون، از ریشه هامون قطع کردن. ما نمیدونیم که ریشه ما به کجا وصله. دارن تلاش میکنن برای ما ریشه ایرانیت و فارسی بسازن. ولی اگر دقت بکنید در غرب درست از دین جدا شدن، اما حتی این فیلسوفان جدیدی که وجود دارن وقتی نگاه میکنید ببینید که اکثرشون از کلیسا اومدن بیرون، نظریات رو از اونجا دادن بیرون، برای اینکه به ریشه برگشتن. ما ریشمون ترک آقا جان. ما پدرانمون امپراتوری های بسیار بزرگی رو تأسیس دادن، این ممالک رو ایجاد کردن، صلح رو نگه داشتن، عدالت رو نگه داشتن، هیچ ملتی رو مجبور نکردن دینشون رو، زبانشون رو، تاریخشون رو تغییر بدن. ما یه چیزی که در حالی که غربی‌ها این کارو کردن، هر جا رفتن، حتی هندوستان و چین و نمیدونم های آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی و اینا، هر کجا رفتن اولا قتل عام کردن، در ثانی زبان و دین اونها رو تغییر دادن، تاریخشون رو تغییر دادن، مغزشون رو تغییر دادن و اونها رشد نکردن، دیگه رشد هم نمی‌کنن، برای اینکه از ریشه قطع شدن. میخوام برای اینا یه ریشه جدید بسازن، این ریشه نمیتونه اینها رو ببینید. وقتی شما یک درخت رو ببینید، من الان تو اینجایی که زندگی میکنم 16 تا درخت کاشتم سال گذشته، در 2 سال گذشته. اگر درخت رو در کوچکی خودتون یا دونش رو بکارید یا خودتون در کوچکی بگیرید و این رو درست بکارید، این رشد میکنه و درخت میشه. اما اگر بزرگ بگیرید ولی این رو از ریشه قطع بکنید بذارید اینجا، خشک میشه، یا اگر بمونه فقط یه رشد نمیکنه. حتی اگر این ریشه ها رو از گلدان، داخل گلدان باشه این درختچه، اینو شما این ریشه هاشو باز نکنید، اینها دور هم تنیده بشن، بکارید، بازم رشد نمیکنه.
چون که این درخت که نمیتونه ریشش اینجوری دور هم بپیچه، که این باید ریشه درخت میره برای آب. حالا تو گلدان مجبوری که دور هم بپیچه، شما اونجا میذارید میمیره تو خاک. باید این ریشه ها رو باز بکنید. ما هم باید به ریشه های خودمون برگردیم. حالا دوستان من برمیگردم و کتاب سری قبل کتاب آقای چیز رو اگر یادتون باشه، اسم کتاب چی بود؟ اجازه بدید من پیدا بکنم اون رو. اگه برم من اینجا فایل دانلود رو بیارم، اینجا من کتاب ها رو داشتم. چی ترکی بود؟ داکیومنتش داخل داکیومنت بود؟ نه. اجازه بدید ببینم. من اینجا این کتاب رو داشتم. محمد مجندهی جبهدار آذرباش. آها، مظهر الترکی. حالا من اینجا اگه بنویسم احتمالاً مظهر الترک، انگلیسی دارم می‌نویسم این رو. Kitap. Alizdeki güclü Türk dili bilgisinin uğyanusunun bir damcısı olan bu kitabı Farslara öğretmek için Məxdumuzda Ağa Məhəmməd İsmailin istəyi ilə Əbdülrəhim Şirvani Ərdəbili yazıbdır. مخدومزاده آقا محمد اسماعیل. آقا محمد اسماعیل شخصی به اسم آقا محمد اسماعیل از عبدالرحمن شیروانی اردبیلی خواسته که در رابطه با آموزش ترکی به فارس ها یک کتاب در رابطه با ترکی بنویسه. Bu الیازما کتاب bir مقدمه، 4 رکن و bir خاتمه‌den ibaret. این کتاب با یک مقدمه و 4 رکن و یک خاتمه پایان ibaret hastش. Bu rüknalarda fiil, ism ve harf başlığı altında Türkçe dil bilgisi kısaca ele alındıktan sonra bir küçük sözlük yazılmıştır. میگه که اجازه بدید من عینکمو بزنم که ببینم اینو. میگه در این رکناlarda احتمال میگم که رکنه همین، یعنی در این 4 رکن و اساس فعل، اسم و حرف başlığı altında، یعنی بر اساس تیتر سرفصل فعل، اسم و حرف کتابی در رابطه با ترک bilgisi. حالا این bilgi میشه معلومات، نه بیشتره، عمیق‌تره. bilgi میشه آگاهی، علم. میگه در رابطه به علم خیلی خلاصه اینها رو میگه یک لغتنامه نوشته. Nəstəli xətti ilə və hər səhifə 12 sətir 80 vərəq 21 əbaddadır. Sonu da əksikdir. میگه که این کتاب به خط نستعلیق نوشته شده. هر صفحه 12 سطر داره که 80 برگ، میدونی هر برگ کاغذ 2 رو داره. این یه برگ کاغذ 2 رو داره. 80 تا برگ میشه 160 تا. و ابعاد این هر برگ عبارت است از 21 سانتی متر در 14 سانتی متر. این کتاب جیبی هست. مثلا اینقدر ارتفاعشه و اینقدر هم عرضشه مثلا. Sonu da eksiktir. یعنی این کتاب ناقصه. نمیدونیم جلد 2 داره یا نداره. اینو میخواد بگه. مرkez احیاء میراث اسلامی قم kitabxanasında nömrə 686 el yazmada yerləşən bu kitabın adı Məzhər-ü-Turkidir.
میگه که این کتاب مظهر الترکی در کتابخانه مرکز احیای میراث اسلامی در شهر قم در اون کتابخونه با شماره 686 دست نوشته یا کتاب خطی در اونجا نگهداری میشه. Abdurrahim Şirvani Erbili kitabında öz şiir ve düşüncesinden sonra Hazreti Emir Ali Şirnevai ve Molla Muhammed ibn Süleyman el-Mulakkab Fuzuli əşarları ve büyük Türk dilçi ve edebiyatçı alimler Molla Cacımxan Şamlu, Molla Qaraxan oğlu Qurt, Molla Daşdəmir Qaragözlü, Molla Tanrıverdi Şahsevən, Molla Yardanqulu Silsüpür ve Molla Yolgulu'dan da qazancı alıbdır. خب ببینید میگه که نویسنده این کتاب که عبدالرحیم شیروانی اردبیلی نامی هست در نوشتن این کتاب علاوه بر استناد به اشعاره، علاوه بر اینکه خودش شعر داره و خودش آگاهی ملی و ادبی و زبانی و تاریخی داره، علاوه بر استفاده از اونها از اشعار حضرت امیر علی شیرنوایی و ملا محمد ابن سلیمان ملقب به فضولی از اشعار اونها استفاده کرده. علاوه بر اونها از 5 استاد دیگر هم یاری گرفته. کیا هستن اینها؟ نگاه کنید اسامی مثلا دوره نادرشاه رو نگاه کنید، ببینید ما چقدر الان فارسیزه شدیم، دوره حتی اسلامیزه شدیم، عربیزه شدیم. نگاه کنید اسامی دوران نادرشاه رو با دورانی که الان ما زندگی میکنیم مقایسه بکنید. ملا جاجم خان شاملو، دوستان میدونن جاجیم چیه دیگه، احتمالاً اسم آدم جاجیم بوده، جاجم خان شاملو، شاملوی طایفی از ترک هاست. ملا قاراخان oğlu Qurt، قاراخان oğlu Qurt، اسم باباش بوده قاراخان، oğlu میشه پسرش Qurt، اسم خودش Qurt بوده، جانور، گرگ. و گرگ با گی که گرگ رو می نویسن نوشته نمیشه، با قاف نوشته میشه. در زبان ترکی گ خونده میشه، ق خونده نمیشه. در زبان فارسی چون گ ندارن بین گ و ق قاف یه حرفی درست میکنن، ق، گرگ. حالا ملا قاراخان oğlu Qurt، اینم یه اسم. ملا داشدمیر، من خودم تو نزدیک روستام یه روستای دیگه بود، یه آدم بود اسمش داشدمیر، همین اسم داشدمور. قاراگözlü بازم یک طایفه هست، یه ایله. قاراگözlü داشدمیر ملا تانرıverdi شاهسevən. ببینید الله وردی هم نیست، تانرı verdi. تانرı ترکیشه. تنکری احتمالا همون حرف از تنکری اومده باشه تبدیل شده باشه به تانرı، ساده شده باشه. تنگری دیگه یکم سخته، احتمالا اینو تبدیل کرده به تانرı. نمیدونم، من زبان شناس نیستم، ولی به نظرم به هر حال الله وردی هم اسمش نیست. البته در دوره صفوی الله وردی وجود داشته، اونجا میدونیم یه وزیر بوده، ولی اینجا در دوره نادرشاه تانرıverdi شاهسevən. از شاهسevən ها تانرıverdi هستش، ملا تانرıverdi. ملا یاردانگولو سیلسوپور، اسم زیباییه. ملا یاردانگولو یا köməkçinin qulu، Yardanqulu. Ola ehtimalə məsələn Yaradanqulu ola bilər. Yaradanqulu. Yəni این به نظرم یاردانگولو نیست، یارادانگولو. ترکچesi این معنی داره، یاردانگولو معنی نداره، نمیدونیم چیه. یارادانگولو یعنی خالق. یارادان خالق، خدا، الله. خدا البته عربی نیست و فارسی هست و نمیدونیم معنیش چیه، ولی الله رو میدونیم معنیش چیه. یارادانگولو سیلسوپور، اینم اسمشه، یه صفتیه برای این آدم گذاشته بودن، سیلسوپور. و ملا یولگulu'dan
ملا یولگورو. یعنی این علمای اون عصر هم که همشون ملا بودن، ملا نه به این معنای امروزی. ملا در اون زمان دوستان تمامی علوم رو میخوندن تا به اونا بگن فلسفه میخوند، منطق میخوند، داروشناسی میخوند، گیاهشناسی میخوند، پزشکی میخوند، نمیدونم فقه میخوند، الهیات میخوند، تفسیر میخوند، منطق و فلسفه و اینها رو میخوند، میشد ملا. ملا یعنی کسی بود که علم تمامی علوم اون زمان مسلط بود. مثل الان نبود که مثلا یارو بره فقط عربی چند صد سال پیش رو بخونه و خودش هم نفهمه قرآن چی میگه و قرآن نخونه مثلا. در حالی که اسلام بر اساس قرآنه، ایشون بر اساس حدیث زندگی بکنه. اسلام رو بر اساس حدیث بفهمه، نه اسلام رو بر اساس قرآن. این فرق بین ملا و ملای دوره ناصر شاه با دوره پهلوی و خامنه‌ای و خمینی. تأسف حالا میگه با استفاده از اینها هم اشعار خودشو، هم فهم خودشو، آگاهی خودشو، هم از اشعار امیر علی شیرنوایی و هم مولا محمد ابن سلیمان فضولی و هم از این 5 عالمی که ملایی که اسم بردیم، از اینها استفاده کرده که به نظرم خود این اسمها برای ما یک فهمی از تاریخ میده. و این کتاب رو میخونیم، الان فقط مقدمه رو میخونیم، هنوز به کتاب نرسیدیم. این مقدمه رو میخونیم میبینیم آقا اسمای ترکی چقدر زیبا بوده. حالا من مثلا تو فامیلمون یه دختر خانومی بود هست، اسمش گرتل، گیسو سیاه، چقدر اسم زیباییه ببینید، گرتل. حالا به قدری این اسمهای ترکی رو تحقیر کرده بودن که مثلا ایشون گریه میکرد که اسم من رو نگی گرتل، به من بگید یه اسم دیگه. خیلی از ماها به خاطر اون تحقیری که انجام میدادن رفتیم اسامی ترکی رو عوض کردیم، اسامی روستاهامون رو، شوراهای شهرمون هم حتی میرن اسامی روستاهامون رو تغییر میدن، اسامی تاریخی رو برمیدارن به جاش اسامی جدید جعلی فارسی میذارن. مثلا ما داریم مندرن یه روستا، حالا اینو اومدن گفتن میان درق، نمیدونیم که یعنی چی. میان دره، آقا مندرن یک کلمه احتمالاً ترکی هست یا اصلا تاریخ اومده. شما چرا این تاریخ رو برمیدارید از روی این سرزمین؟ حالا یکی از دوستان پیشنهاد جالبی داده، آقای ابراهیم ساوالان و بقیه دوستان هم این پیشنهاد رو دادن، آقا برید این اسامی روستاهاتون رو، اون اسامی درخت و گل و گیاه و سنگ و نمیدونم تپه و دریا و آب و رودخونه و نمیدونم چشمه و محله ها رو به همون لهجه‌ای که در همون روستا گفته میشه بنویسید. با حروف عربی نمیشه نوشت، اما با حروف لاتین میشه نوشت و بذار حفظ بکنید. این خانم ها که باعث افتخار روز خانم رو به خانم ها، به همه خانم ها تبریک عرض میکنم. خیلی از خانم ها الان دارن میرن مثلا اسامی بعضی چیزها رو میگن یا بعضی چیزها رو به درست و غلط تلاش میکنن ترکیشو بگن. گاهن مثلا حس میکنم که نمیتونن تشخیص بدن که مثلا یه جمله رو داره یکی میگه کتی گتی گتی، اینجوری نیست. آقا زبان ترکی، هر زبان مثل هر زبانی با صداها کلمات اصلا مشخص میشه. اولا مثلا کتی جدی کتو جدی، götürdü جتو değil götürdü جتیردی. یه جوری میکنن انگار که مثلا کلمات ترکی عین همه. آقا اینجوری نیست. هر کلمه‌ای یه در زبان ترکی مثل تمامی زبان‌ها یه آهنگی توش هست، یه صداهایی توش هست، صداهای کوتاه و بلند داره. نیم اینها رو مچاله بکنیم، خرابش بکنیم اما دارن تلاش میکنن، با این حال دارن تلاش میکنن. درسته بعضا غلط میگن،
اسم محله رو غلط میخونن، اما به تدریج این درست میشه. اول ما عادت میکنیم متفاوته، بعد یواش یواش یاد میگیریم این از جهل بیرون میام. الان این دخترها، این زنهایی که شروع کردن این کار رو دارن اسامی رو میگن، فعلها رو میگن، کلمات رو میگن. یا آقا مثلا به جای اینکه بگید آبدوغ میخوام بگید مثلا آیران میخوام، به جای اینکه بگید میخوام بگید استیرم. دقت بکن، اینها کارهای خیلی خوبیه که شروع شده، به تدریج باعث میشه که حالا امثال من و دوستانم بیان بگیم آقا این مثلا کتلی نیست، کندلی هست، کندلی دی، کتلی دیل که او کت دیل، کت فقط انگلیسی ده وارده، کت در زبان انگلیسی هست به معنی گربه، ولی در زبان ترکی کند و کندلی، کت دیل. دیلیمizde در شفاهی میگیم که کنده gitti، کتلی، کتلی. اما اگه بخوایم ادبی صحبت بکنیم میگیم کندلی، کند، کندیمیز. حالا کند نگاه بکنید، کند ندماخته. در ترکیه، زبان ترکیه استانبولی، الان کند به معنی شهره، شهر بزرگ، مگاسیتی. اما در همونجا میگه کندیم، کندیسی، یعنی خود من. حالا کند در روستا چی میشه؟ در ایران هم اینا اومدن کوی فلان، در ترکیه köy همون کوی، köy کند. کند sözü یعنی کلمه کند که در ترکیه کوی گفته میشه، köy گفته میشه، در فارسی اومدن گفتن کوی بهار، کوی صفا، کوچه خیابان بهار، کوی صفا مثلا. او کوی همون köye، köy، کند. کند یعنی خودم، یعنی جایی که من زندگی میکنم، میشه کندیمیز، کندیمیز یعنی جایی که ما zindagi میکنیم. Kend, mən, kənd bu gün necə olduğu kimi yazılıb, buna görə ki, Türk dili hansı əsrdə yazılmış ola az diqqətlə anlanır ve bu da dilin gücünü gösterir. میگه که این کتاب رو به همون زبانی که نویسنده در اصل نوشته، اونو به همون زبان نوشتیم. تا برای چی؟ برای اینکه زبان ترکی هر عصر و جغرافیا مختص خودشه و با اون که سالها، حدود 300 سال از این کتاب یا 400 سال از این کتاب گذشته، اما با یک دقت اندکی، با یک تغییر معناهای جزئی یا تلفظی، همون معنای قبلی رو میشه فهمید ازش. میشه کتاب رو سر در آورد. امروز با زبان امروزی ترکی در آذربایجان هم میشه این کتاب رو در 300-400 سال قبل نوشته، هم میشه در دوره نادرشاه افشارم نوشته شده، میشه فهمید. Aydın oxuculara ümidim var ki 100 illər boyu kitabxanalarda toz basmış belə əl yazma kitabları silinə və sizlərin əli ilə 35 milyon Güney Azərbaycanın və 10 milyon Kuzey Azərbaycanın və bütün hər ayrı türklərin dəyərli millətinə ithaf oluna. میگه امیدوارم که شما خوانندگان گرامی صدها سال این کتاب رو، یک کتاب‌های چنین شبیه این کتاب رو که در خونه ها، کتابخونه ها گرد گرفته رو، کتاب های دست نوشته رو منظورش، اینها رو گرد زدایی بکنید و توسط دستان شما به 35 میلیون ترک در آذربایجان جنوبی و 10 میلیون ترک در آذربایجان شمالی و 300 بیش از 300 میلیون تا 600 میلیون، حالا آمارها متفاوت، ترک در دنیا، اینها رو بتونید ارائه بدید، تحفه بکنید. ethaf تحفه oluna ve Türk'ün uca ve şanlı tarihini yeni asra körplede. چقدر زیبا نوشته واقعا. این اصلا این متن رو نمیشه به فارسی ترجمه کرد. نگاه و میگه که و این کار شما، یعنی این کتاب هایی که گرد و خاک گرفتن در خونه ها یا در کتابخونه، اینا رو پیدا بکنید و چاپ بکنید و منتشر بکنید و به دست انسان های ترک برسونید که چی بشه؟ اینجا رو Türk'ün uca ve şanlı tarihini، تاریخ بلند و پر عظمت ترک رو به عصر جدید پل بزنید.
اما اینجوری نیست، خیلی زیباست. یعنی این فارسی نمیتونه این رو ترجمه. کرپلده یعنی چجوری اینو ترجمه بکنم؟ پل بزنه، ساده بکنم. Kimliğimize doğru gedək ve aydınlaşmakla gelecek bizimdir. به طرف هویت ملی تاریخی زبانی خودمون برگردیم و aydınlaşmak، ziyalı، روشن فکر، روشن بشیم. به طرف روشن شدن، آگاهی، خروج از جهل، هدفدار، هدفمند hareket بکنیم. Yoksa bir iddia şovinizm, Fars ve diktatör Pehleviçiler hele de dilimizi dibinden sökmeye çalışırlar. در غیر این صورت که عده شوونیست فارس و دیکتاتور پهلوی، طرفداران پهلوی هم میخواهند یا تلاش خواهند کرد که زبان ما رو از بن و ریشه بکنند و Panfarslar İran'da hakim ferhengi, üstün ferheng göstermek için gondarma tarih, edebiyat vesaire yollarla Türk aleyhine geniş ve umumen gizli siyasetlerle tahribat yaradarlar. دوستان اولا میبینید وقتی که به الان این کتابی که من، دوستانی که در از طریق یوتیوب دارن اینو زنده میبینن یا بعداً میتونید ببینید، دوستان این کتاب با حروف چاپی امروزی نوشته شده. الان من این متن رو دارم براتون میخونم. چون دست نوشته نیست و خطی چاپی هست، سربی چاپش سربی هستش، من اینو به راحتی میتونم با این سرعت بخونم و خوندنم خیلی چیز نیست، سخت نیست خوندن این کتاب برای من. ولی دست نوشته ها برام سخته، باید مثلا 10 صفحه 20 صفحه بخونم، یواش ماتور ترکی خوندن من با اون خط و اینا و اون دست خط راه بیفته، گرم بشه تا من بتونم اونو بخونم. ولی الان این چون به همون کتاب، مثل کتابای فارسی که تو عمرم خوندم، با همون الف با همون فونت، با همون حروف چینی شده و چاپ شده، من به راحتی میتونم اینو به سرعت بخونم و فکر نکنم که بتونم غلط هم بخونم، یا خیلی کم ممکنه که حالا یکی دوتا کلمه رو غلط بخونم. همون میگه که چی؟ میگه که و پانفارسلار ایراندا، در جایی که ایران نامیده میشه پارسلار، پانفارس نمیشه، ما پارس نوشته. پانفارسلار حاکم فرهنگی، یعنی فرهنگ حاکم رو به عنوان فرهنگ برتر نشون بدن و برای ما تاریخ جعلی، ادبیات جعلی و سایر چیزهای جعلی تولید بکنن که بر علیه ترکه و این رو به طور گسترده و عمومی و بر اساس سیاست‌های مخفی و پنهان اعمال بکنن تا تخریبات، تا زبان و تاریخ ترکی رو و ذهن من و şoma رو az بین ببرن. و bu yolda esas iş Türkleri öz uca tarix, فرهنگ، تمدن، ادبیات و kültüründen uzak و خبرsiz saklamaktır. میگه هدف چیه؟ هدف اینها، هدف اساسی پانفارسیسم اینه که ترک ها رو از تاریخ بلند، فرهنگ بلند، تمدن بزرگ، ادبیات گسترده و عمیق و بزرگ و kültür یک مقدار بزرگتر از فرهنگه. در زبان فارسی فرهنگ یه لغتیه که جدیداً درست کردن، معادل تمدن در اصل، تلاش میکنن این معنی رو بده، ولی گاهی وقتا فقط به زبان گفته میشه و به آموزش، زبان، آموزش و کتاب، به اینها فرهنگ گفته میشه، مثل رادیو و تلویزیون اینها فرهنگ گفته میشه. ولی کلتور عمیق‌تره، بزرگتره، برای اینکه به تولیدات صنعتی و کشاورزی دامی هم گفته میشه. دستاوردهای بشری رو میشه کلتور گفت. دوباره شبیه تمدنه که در واژه عربی هست. و میخوان اینها رو، یعنی میخوان ترک ها رو از این چیزها دور نگه دارن. Necə ki İran'da Türk milletinin öz dilinde bir okulu da yoktur. همونطور که در ایران به این بزرگی که 60%، چند روز پیش شنیدی که یکی از آقایون در ایران گفتش که ترک ها 60% جمعیت رو در ایران تشکیل میدن. قبلا وزیر دوره
فکر کنم رفسنجانی بود، کی بود که گفته بود، صالحی نامی گفته بود که 40% ملل در ایران، انسان‌ها در ایران ترکی صحبت می‌کنن. الان میگه که نه، این 60% هست، برای اینکه جمعیت بیشتر شده و ترک‌ها بیشتر زاد و ولد کردن که من هم تشویق میکنم. نجا که ایران دا Türk milletinin öz dilinde در ایران این 90 و چند میلیونی یک مدرسه به زبان ترکی نیست، ولی 10,000 مدرسه به زبان فارسی، برای اینکه میخوان زبان فارسی رو به زور، نه تنها زبان فارسی رو بلکه جهل رو و نادانی از خود و تاریخمون رو به ذهن ما تزریق بکنن. مثل همون آمپولی که شما وقتی خدای نکرده مریض میشید میرید این یا واکسن میزنید که بیمار نشید، اینها یک آمپولی رو به ما تزریق میکنن، به فکر ما، به مغز ما تزریق میکنن که ما خودمون رو نشناسیم، تاریخمون رو، فرهنگمون رو، زبانمون رو، جغرافیامون رو، حاکمیت هامون رو، قهرمانان ملیمون رو، ادبیاتمون رو، افکاری که در کتاب هامون بوده اونها رو نشناسیم، از ریشه هامون کنده بشیم. بدون ریشه هیچ چیزی رشد نمیکنه دوستان. هیچ چیزی و هیچ ملتی بدون ریشه، بدون وابستگی تاریخی نمیتونه آینده بسازه. و این ریشه ما در این کتاب هاست. باید برگردیم این کتاب رو بخونیم. حالا این کتاب رو میخونیم، غلط‌هاشو میفهمیم، اشتباهاتشو میفهمیم، ناقص‌هاشو میفهمیم، نقاط قوتش هم میفهمیم و اینها رو با افکار خودمون، با تجربه خودمون، با علم خودمون، با علم روز ترکیب میکنیم، به چیز جدید میدیم، به دنیای جدید. ما حق نداریم بریم کتاب چرخ رو دوباره اختراع بکنیم. چرخ رو پدران ما تا یه مقطعی پیش بردن، یه ماشین ساختن، یه ماشین فکری ساختن، یه سیستم فکری، یه سیستم اندیشه، یه سیستم مکتب فهم، یک مکتب حاکمیت و حکومت و حکومتداری و سیاست و حقوق و درک کتاب‌های دینی و فلسفی و علمی و فیزیکی و فلان، اینها رو ساختن، ایجاد کردن. ما حالا باید برگردیم این کتاب رو بخونیم. خب Dil ki her milletin hüviyetinin esas köküdür. Kök اینجا به معنی ریشه است. میگه زبان ریشه هویتی و کیستی هر ملتی هستش، اساسی اونم ریشه سیدر. خودش هم در آخر پرانتز ریشه رو نوشته، کök ریشه. البته مثلا ساعت da köklerux، sazı da köklerux. یعنی آلت موسیقی رو کوک میکنیم. کوک همون کلمه kökü که kök ترکی هستش که به فارسی نمیتونن kök بگن، میگن کوک. ساعت رو کوک میکنیم، köklü رو. این ماشین های وسایل موسیقی رو کوک میکنن، köklüler. که اون وقت اگه تا زمانی که این ساز، این آلت موسیقی کوک نشه یا اون ساعت کوک نشه، یعنی köklenmese، او صدای خودشو نمیده، صدای خودشو نمیده، اون موسیقی که میخوای در نمیاد. خب اینم از اون. حالا اینجا aradan kaldırılsa o millet tarih boyu qul, nöker, bərdə qalmalıdır. میگه اگر هویت شما و زبان شما از میان بره، از این صحنه روزگار برش دارن، اون ملت به گول و برده تبدیل میشه. گول یعنی همین چیزی که خرید و فروش میکردن انسان‌ها رو در گذشته. برده به اون میگن در زبان ترک گول. برده و گول اودماخت. نوکر البته یه مقدار فرق داره. نوکر خرید و فروش نمیشد. نوکر ممکن بود مفتی کار بکنه ولی خرید و فروش نمیشد نوکر. گول خرید و فروش میشد. برده همون. میگه این ملت گول و برده میمونه. Türk milletin ایراندا bir okul. حالا این مقدمه است خیلی زیبا، من اجازه بدید فقط بخونم دیگه، اینو ترجمه نکنم که بریم به اصل کتاب برسم. Türk milletin ایراندا bir okul، مدرسه öz dilinde yoktur. Yani niye yoktur? Hem تعجب هم علامت سوال.
15 ve 19. asl قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بس nedir onda؟ یعنی orada daha ادامهش ننوشته، فقط گفته که آقا این اصل 15 و 19 علامت سوال، یعنی چی؟ این چیه پس؟ اگر قراره تو مدرسه درس نخونن، این زبان رسمی نشه. البته ما به آموزش ادبیات ترکی در مدرسه اصلا قناعت نمی کنیم. این قانون اساسی نگفته باشه، هر چی گفته باشه گفت بگه، به ما چه؟ ما که بر اساس قانون اساسی که منافع یک ملت فارس رو نوشته که نمیخوایم زندگی بکنیم. ما علیه این قانون اساسی، علیه این چنین قوانین قیام کردیم. این نظر من هست، نه نویسنده. Bilirik Türk dili kaide ve usulda yer üzerinde 3. dil ve rahat öğrenmekte 1. dildir. اینجاش هم جالبه، بذار ترجمه. میگه میدونیم که زبان ترکی در میان زبان‌هایی که روی زمین وجود داره از نظر قاعده مندی و اصول سومین هست و از نظر راحتی آموزش اولینه، در رأس اینها قرار داره. و bütün dünya dil araştıranları Türk dilini riyazi muadile ve formüllerle açıklayır. تمامی این متخصصان زبان‌ها در دنیا زبان ترکی رو به عنوان زبانی شبیه ریاضیات، فرمول‌های ریاضی معادله و فرمولا میکنن. میگن که آقا فرموله میکنن، یعنی اینجوریه. و اونو معجزeye benzedirler و اونو معجزeye benzedirler. و زبان ترکی رو به معجزه‌ای غیر انسانی یعنی təşbih میکنن. Təəssüflə Güney Azərbaycanda çoxlarını Tanrı verən bu nemətdən xəbərsiz etmək və uzaqlaşdırmağa çalışırlar və bu milləti qullaşdırmağa saniyə fürsətdən geçmirlər və hər qiymətə kimliyini yox etməyə hazırdırlar. Gözəl. خیلی زیبا. میگه بسیار متاسفانه در آذربایجان جنوبی، گونه آذربایجان جنوبی، خیلی ها مثل شما و من که با سواد هستیم و ترک هستیم، چه در قشقایستان که در ترکمن صحرا و تهران و هر جایی که زندگی میکنیم، یا حتی بعضیامون نمیدونیم که ترکیم و بعضیامون متاسفانه چنان تحقیر شدیم، احساس حقارت میکنیم در نزد فارسا که میگیم آقا من پدرم مادرم ترک، خودم ترک نیستم، ترکی نمیدونم. اینقدر حس حقارت به ما تزریق شده که نمیدونیم زبان فارسی فقط چند تا کتاب شعر، عبارت از چند تا کتاب شعر دروری هستش، اما زبان ترکی مکتوب تاریخی خطی فلسفه داره، منطق داره، ریاضیات داره، فیزیک داره، شیمی داره، هندسه داره، حساب داره، تفسیر داره، قرآن ترجمه شده و در همه رشته های زمین شناسی و هواشناسی و نجوم و فلان اینا کتاب داره. میگه که متاسفانه خیلی ها در آذربایجان جنوبی که باسواد هستند از این نعمت خدا دادی تانری ورن از این نعمت الله که داده به ما بیخبرند، جاهلند مثل من. آقا این اظهار جهل و اظهار اعلام جاهل بودن اولین قدم برای رهایی از جهل، برای اینکه میریم میخونیم. ولی اگه بگیم نه من جاهل نیستم، میدونم آقا زبان ترکی نیست، یعنی که بر جهلم اصرار میکنم. من دیگه نمیرم بخونم ببینم زبان ترکی کتاب داره یا نه. کدوم کتابخونه رفتیم گفتیم آقا من یک کتاب ترکی میخوام؟ ها؟ کدوم استاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نظام، دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه، دانشگاه زنجان، دانشگاه قزوین، دانشگاه آبادان، دانشگاه فلان رفته مثلا دانشجوی استاد دانشگاه گفته آقا من یک کتاب ترکی میخوام، خطی باشه، در رابطه با شیمی، در رابطه با نجوم، آسمان ها، ستارگان، در رابطه با تفسیر قرآن، در رابطه با داروسازی، در رابطه با مهندسی، در رابطه با شهرسازی. که کسی رفته گفته آقا من یک کتاب ترکی میخوام یا یک کتاب عربی میخوام؟ یا عرب‌های الاهواز، بلوچ‌ها، چند تا بلوچ رفتن تو این کتابخونه های ایران گفتن آقا من یک کتاب بلوچی میخوام در رابطه با شهرسازی، در رابطه با مهندسی، در رابطه با افکار، در رابطه با ادبیات.
در رابطه با تاریخ چرا نرفتیم نپرسیدیم؟ من انصاف علی هدایت در دانشگاه هر ترم برای کتاب‌های یه نویسنده رو می‌خوندم، میرفتم در رابطه با اون صحبت می‌کردم یا در رابطه اون در روزنامه‌ها می‌نوشتم. یک بار این جرأت رو نکردم و این اصلا فکرم نیومد. جهل این کارو میکنه. اصلا شما تصورشو نمی‌کنید که ممکنه کتاب ترکی هم وجود داشته باشه که برید یک کتابخونه بگید آقا من یک کتاب ترکی می‌خوام، مثلا چه شعر باشه چه میگم در رشته‌های دیگه باشه. اینقدر شستشوی مغزی میشیم. آقا این مقدمه خیلی جالبه. آها اینجا خیلی زیباست، بذارید بخونم. نه نمیشه، من اینو باید بخونم. میگه که متاسفانه اینها از زبان خودشون، از تاریخ خودشون، از هویت خودشون بیخبر شدن، خبرسیز etmek و uzaklaştırmak، با اینها رو از خودشون دور کردن. انسانها رو از خودشون، از ریشهشون، از پدرانشون، از تاریخشون دور کردن و هیچ وقت چرا ایران در 100 سال گذشته توسعه نکرده؟ توسعه پیدا نکرده؟ این رو همین میپرسن. برای اینکه از ریشه قطع شدیم، برای اینکه تلاش میکنه ما رو پیوند بزنن به غربی ها که نه ریشمون، نه تاریخمون، نه دینمون، نه مذهبمون، نه آداب و رسوم، هیچ کدوممون با هم نمیخونه و نه اون سطح فهم و درک اونها با ما همسان نیست. شما نمیتونید یک درخت 1000 ساله رو پیوند بزنید به یه قنچه، یه درخت 1 ساله، یه درخچه 1 ساله. نمیتونید، جوش نمیخورن به هم. شما اگه بخواید باید اون درخت 1 ساله رو جوش بزنید به این درخت 1000 ساله. ما الان در ایران علت تمامی، من الان دارم یواش یواش میفهمم که علت این که داره ایران در این 100 سال هی دارن خودشون رو در 150 سال گذشته قبل از مشروطه دارن هی میپرسن چرا ما عقب ماندیم و میگن از میرزا عباس میرزا این آغاز شده. هی من دارم میگم این سوال رو چرا عقب موندیم؟ برای اینکه از ریشه قطعیم. آقا وقتی از ریشه قطعیم، نه تنها ما ترک ها و عرب ها و بلوچ ها و کرد ها، بلکه حتی فارس ها هم از ریشه قطعن، ریشه ندارن. ما بی ریشه هستیم. الان برای ما تلاش میکنن ریشه اروپایی آمریکایی درست بکنن و ما نمیتونیم بریم روی اون درخت بشینیم. ببینید اروپا اومده در آمریکای لاتین و قاره آفریقا و بخش‌هایی از آسیا اومده اونها رو از ریشهشون کنده. الان 500 ساله، 400 ساله، 300 ساله اینها اسپانیش شدن، اسپانیایی زبان شدن، پرتغالی زبان شدن، ایتالیایی زبان شدن، نمیدونم انگلیسی زبان شدن، آلمانی زبان شدن، فرانسوی زبان شدن، اما توسعه پیدا نمی‌کنن. ظاهرا فرانسه رو میفهمه، انگلیسی رو میفهمه، اسپانیش رو میفهمه، پرتغالی رو میفهمه، آلمانی رو میفهمه، فرانسه رو میفهمه، اما رشد نمیکنه. برای چی؟ من فکر میکنم که چون ریشه درست نیست. Tamam. و bu milleti gurlaştırmağa saniye fırsattan geçmirler. میگه که برای اینکه این ملت ترک رو به برده بدل بکنن حتی 1 ثانیه رو از دست نمیدن. راست میگه. برای اینکه بیش از 120 رادیو تلویزیون 24 ساعته به زبان فارسی برای فارسیزی کردن این انسان‌هایی که در ایران زندگی میکنن و فارس نیستن دارن برنامه درست میکنن. مدرسه ها و دانشگاه ها و کتاب ها و روزنامه ها و مجله ها و اینها، کنفرانس ها و سمینار ها و محققان و رمان و داستان و فیلم و سریال و کارتون و همه اینها دارن 24 ساعته بدون وقف 1 ثانیه دارن ما رو از هستی و کیستی خودمون جدا بکنن و هر قیمته kimliğini yok etmeye hazırlar و bizim هویت ما رو به هر قیمتی که هست میخوان نابود بکنن. حالا Tanrı Celle ve Celale Türk'e şan ve maramda o kadar uzalık verip ki Türk'ün varlığını gören fəxr ilə Türkləşir ve şeytan fikirli düşmənləri günbəcün inadlaşırlar. Xudavənd Allah Celle ve Celal Türk'e elə bir şan və əzəmət veribdir ki onun məramında, düşüncəsində, məram fikr və əndişə o kadar uzalık verip ki Türk'ün varlığını gören her bir insan فخر ile Türkleşir. Yani اگه این کتاب‌های ترکی رو بخونه
با iftihar میگه ben Türk'üm. Ve şeytani fikirli düşmənləri cünbəcün onlara qarşı inadlaşır, inad elir, ləcbazlıq elir. İnad با این نوشته میشه. حالا olar mı dilində 24.000 fiili olan Türk 4.000'e çatmaz fiili dilə uya? Sual میپرسه. از داخل کتاب احتمالاً میپرسه، چون داخل نقل قول قرار داده. میگه که مگه ممکنه که زبانی که ملتی که زبانش 24,000 dilinde 24.000 24,000 fiil داره فریب تابع زبانی بشه، زبان ملتی بشه که 4,000 تا فعل داره؟ یعنی میگه آقا 24,000 تا فعل داره زبان ترکی، چطور بیاد زیر سایه 4,000 زبانی که 4,000 فعل داره؟ اینجاست که میگن چی؟ برای اینکه یک ملت رو از بین ببرید، نادانها رو بیارید بالا، داناها رو بذارید پایین. اینجا زبانی که 24,000 فعل داره رو بیارید پایین، زبانی که 4,000 فعل داره رو ببرید بالا. این جامعه رشد نمیکنه، عقب مونده میمونه. زبان علم نمیشه، زبان تاریخ نمیشه، زبان فهم تکنولوژی نمیشه، زبان فلسفه و فکر نمیشه. در نتیجه فکرش چیکار میکنه؟ عقب گرد میکنه، فکرش از بین میره. برای اینکه یه وقت هست شما با 24,000 فعل فکر بکنید، بدونید فکر بکنید، یه وقت هست شما با 4,000 فعل دنیا رو بفهمید. برای فهم دنیا فعل ندارید، اسم ندارید، زبان فارسی ندارید یعنی، ولی زبان ترکی رو داره. البته زبان عربی خیلی بیشتر داره. Hazreti İmam Ali buyuruptu. Ne buyuruptu? Özünü tanımayan Tanrını tanıyabilmez. Kesi ki خودش Hazreti Ali فرموده کسی که خودشو نشناسه خدا رو نمیشناسه. Mətnin oxunuşunda Türkçe kəlmələrə parantez içində bugünkü Türkçe əlifbası ilə qarşılığını artırdıq. میگه در این کتاب بعضی کلمات هستش که در دوره نادرشاه افشار یه جوری تلفظ میشده که ما این رو در این کتاب به هنگام چیز نوشتن داخل پارانتز قرار دادیم و تلفظ امروزی اون کلمه رو نوشتیم داخل پارانتز. اصل بیرون پارانتز اصل کتاب هست، داخل پارانتز اون گفتاری اون کلمه نوشتاری و گفتاریشی که امروزه داره اجرا میشه. متن okunuşunda kullandığımız میگه در متن این کتاب چیزایی که خوندیم عبارتند از ı harfi که به لاتین نوشته حرفine işaret etmektir. İ'ye işaret etmektir. حرف آی بدون نقطه آی انگلیسی بدون نقطه یعنی بزرگش یعنی که به معنی همون ای که نقطه داره و ا که بدون نقطه هست میگه این به اونه. حرف آ ای حرف ای انگلیسی ایسا آ و ا حرفin yerine işlenir. ا در ترکی آذربایجانی ا صدای ا برعکسشه. حالا این دوستانی که اینجا رو بتونن ببینن من اینو دارم میگم. ببینید این حرف این ا هست در زبان ترکی و میگه که ما از آ استفاده کردیم برای اینکه این آ و این ا رو بنویسیم. او این او که اینجا هست دوستان میگه این رو حرف ü و او، این ü هست و این هم او، میگه با این نشان دادیم. ن روی نو یه آ مد گذاشته. ن این ن همون نون غنه که در دماغ خونده میشه و با که نوشته میشه اونه. میگه İsa ن olarak verildi ve onu میگه به ni نوشتیم که مثل گذشته با که ننوشتیم. Parantez ve görüşe içinde gelir özümüzdendir. میگه که parantez ve görüşe içinde gelir içindekiler özümüzdendir. میگه اون چیزی که در داخل پارانتز دیده میشه، پارانتز و اون که در داخل پارانتز دیده میشه از ماست، یعنی اینو امروزه نوشتن. حالا من نمیخوام اینو ادامه بدم،
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب مظهر ترکی، فقط یه صفحه از این میخونم و میرم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، گم گشته دیار نادانی و صحرانورد خیالات پریشانی عبدالرحیم شیروانی غفر الله تعالی ذنوبه و ستر عیوبه بر صفحه ارض می نگارد. ارض یر، زمین، که اصل مسکت الرأس این غریب ذلیل از بلده جلیل اردبیل، ولیکن در مبدأ کهتریت و جوانی و مدتی در بلده طیبه شماخی شیروان نشو و نما یافته. خودشو داره، ببینید چقدر آهنگین نوشته. واقعا دقت بکنید. من الان دوباره بخونم اینو. گمگشته دیار نادانی، اول میگه من جاهلم، در اون دیار نادانی و جهل گم گشتم. و صحرا نورد خیالات پریشانی، خیالات پریشان دوستان، نه به مفهوم پریشانی که امروز در روانشناسی گفته میشه، نه، پریشان به مفهوم این که این گیسوها رو باد میزنه و پریشان میکنه. این گیسوهای خانم ها رو به خصوص نگاه بکنید، باد میزنه افشان میکنه. یعنی شما این رو شونه بکنید، یه نظم ترتیبی داره، ولی وقتی پریشانه این نظم و ترتیب نداره. اینو میخواد بگه. صحرانورد خیالات پریشانی، اونجا نادانی اینجا پریشانی. عبدالرحیم شیروانی، دقت بکنید، غفر الله ذنوبه و ستر عیوبه. شعره، این نثر نیست، این شعره. بر صفحه ارز می نگارد که اصل مسکت الرأس این غریب ذلیل از بلده جلیل اردبیل، ولیکن در مبدأ کهتریت و جوانی و مدتی در بلده طیبه شماخی شیروان نشو و نما یافته و روزگار اول شباب را در آن ولایت با یاران و دوستان گذرانده بود. براتون تا اینجا که داره فارسی نوشته ظاهرا. و اهالی آن دیار، حالا اجازه بدید من یارم یک کرده پایین‌تر برای اینکه اینجا فارسیه. میگه که نه، اجازه بدید بخونم. همین اجازه بدید، اینجا چرا به فارسی نوشته اینو میخواد بگه. چرا من الان اینجا به فارسی نوشتم اینو میخواد بگه. در آن ولایت با یاران و دوستان گذرانده بود و اهالی آن دیار از اعالی و ادانی، اعالی اعلا طبقه بالا و ادانی طبقه پایین، عموماً به الفاظ ترکیه متکلم می باشند و به مرتبه ای کلام ترکی در آن مرز و بوم وقوع و شیوع دارد که در هنگام طفولیت که در آن ولایت توطن داشت، ملاحظه می شد که در بعضی از اوقات که مسافر و غریبی از عراقی و یا فارسی و یا خراسانی که وارد آن بلد و دیار و تعدادی از آنها به الفاظ فارسی تکلم و گفتار می نمودند، اهالی آن ولایت در تقریر جواب عاجز و بل محتاج به دیلماج مترجم و از روی عبارات کتب فارسیه در نهایت صعوبت و اشکال جواب سؤال ادا می کردند. علا ای حال بعد از چندین سال این خاکسار حقیر به متابعت تقدیر خالق قدیر به دست گردش زمانه گرفتار و اسیر و مدتهای متوالی الایام در بوادی و شهرستان، وادیها، غربت و کربت در ولایات ترک و تاجیک، به مهنت و راحت مدارا و بعد از انقضای مدت بسیار به رهنمونی قضای کردگار حسب الفرمان پادشاه جمجاه و الاتبار عادلشاه نامدار از صوب خراسان مأمور به این سامان و وارد دارالعلم شیراز و بعد از چند گاه نظر به استیلای فقر و درویشی و استیصال اوضاع و پریشانی روزگار لابد و ناچار در آن دیار رحل اقامت افکنده و توطن اختیار افتاد. رفته در شیراز، حالا شیراز رفته، در اونجا فارس نیست. ببینید
حالا اینجا میاد نمیگه به فارس رفتم، میگه به شیراز رفتم. چیزی در اون مقطع به نام فارس وجود نداشت، اسم جغرافیا فارس نبود، برعکسی که الان به ما میگن آقا اونجا اسمش از قدیم فارس بوده. نه، یه چیزی نیست. میگه که رفتم به کجا؟ دارالعلم شیراز. حالا تمتن اختیار افتاد، الحمدلله رب العالمین علی کل حال، و نظر به آنکه از ابتدای طفولیت الی آن یعنی الی این لحظه، آن اینجا به معنی وقته نه به معنی آن، شوق تحصیل علوم در آن. حالا این آن هم احتمالاً ترکی هست، این آن به معنی لحظه و زمان ترکی هست، به نظرم فارسی نیست، چون که در فارسی آن ضمیر اشاره هست که دوباره فکر میکنم که از همین کلمه آنی که وجود داره استفاده کردن. شوق تحصیل علوم در کانون خاطر فاطر مزین که نقش فی الحجر قرار و استقرار داشت و پیوسته طالب و راغب و حصول این معنی و مترصد اوقات فرصت می بود و اگرچه بنابر کثرت مشاغل خسیسه دنیویه چه سبب تحصیل معاش ضروری صاحبان حیات است، از آن سعادت عظما محروم و مایوس به احوال خیشتن حسرت افسوس می داشت. لیکن به قدر مقدور، حالا اجازه بدید دیگه این رو بذار ببینم یه جا برم پایین تر. در قواعد کلمات عربیه و فارسی به هم رسانید. باید بخونم؟ نه، از همونجا ادامه بدم. لیکن به قدر مقدور و میسور مضمون هدایت مشهون ما لا یدرک کله لا یترک کله را رعایت و در بعضی اوقات که توفیق ربانی معاونت می نمود در مجمع درس علمای ذوالقدر و المکان کسره الله تعالی امثالهم و ایسر اعمالهم حاضر و ایسر ما لهم. من اینو فکر میکنم که و ایسر امثالهم باید باشه یا آمالهم باید باشه، حاضر و به صحبت کثیر و سعادت شأن فایز و ملاحظه مباحثه و مذاکره عربی و فارسی ایشان میشد و لله الحمد و المنه با وجود نامساعدی روزگار غدار فضل کامله الهی شامل حال و فیض خدمت با موهبتشان چون کیمیای احمر مؤثر و کارگر افتاده از میامن انفاس شریفشان اندک ربط و استحضار در قواعد کلمات عربیه و فارسی به هم رسانید و چون اصلا و مطلقا رساله و کتابی در ضوابط و قواعد کلمات ترکیه که حقایق و دقایق آن کلام مهابت فرجام را صاحبان ذهن و ذکا متوجه گردیده رساله در آن خصوص ترتیب داده باشند به دست حقیر نرسید. میگه کتاب اگر بوده به دست، ببینید وقت جهل و جاهل و چیز اینه، میگه آقا من پیدا نکردم کتاب رو، میگه ممکنه باشه به زبان ترکی در رابطه با قواعد ترکی و زبان ترکی به فارسی، میگه من نداشتم. ببین فرق آدمی که میگه نیست و فرق آدمی که میگه من ندارم اینه، جاهل و عالم فرقش در اینه. این معنی را از غیرت و حمیت ترکیت بعید و تمهید تعلیف و ترتیب تصنیف چنین رساله از خاطر حزین خطور نمود و هرچند به مضمون صدق مقرون و این من شیء الا یسبح بحمده و یسبح الله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، هر مخلوقی جناب احدیت جل شأنه را به زبان ستایش و ثناخوانی نمود و می نماید. مؤلف از ازل تا به ابد خلق زمین و آسمان. دیگه بریم حالا اجازه بدید ببینیم که از کجا شروع میشه بخش. دوباره میاد میگه که حالا چه کسایی در این کتاب به من کمک کردن. اینجا رو داره در حقیقت که خود کتاب یه مقدمه داره که گفتش دیگه. اینجا هم میرسیم به مقدمه خود نویسنده، بعد اول این که، دوم دیگر این که، حالا اینجا میاد میگه همچنون که در افعال عربیه زماید در استتارند، استتار یعنی در پوشش،
دیده نمیشه به چشم، در افعال ترکیه نیز ضمایر مستورند و چون دانستن بشن. حالا داره زبان ترکی رو آموزش میده به فارس زبان ها. آنها قبل از شروع ضروری است، لحاظا تفصیل آنها مذکور میگردد. آن این به این شکل نوشته میشه. این آنی که اینجا هست داخل پارانتز دوستان ما نوشتن. آنلار. دقت بکنید آن کلمه‌ای که الان در ترکی آن به معنی زمان گفتیم هست، آن به معنی آنلاmak da احتمالا میاد، آنلار سن ضمایر رو داره میگه. آن ضمیر ترکی هست. پس من خودم اینو نمیدونستم که آن ضمیر ترکی هست. من فکر می‌کردم در فارسی ضمیر ترکی شده. نه، میگه آنلار جمعش میشه آنها. آنلار سن سیز جمعش میشه سن ترکی هست، سیز میشه جمعش. بن دقت بکنید الان من میگیم، فکر می‌کنم تحت تاثیر فارسی البته به م تبدیل میشه. بن بیز که در عربیت هو هم انت انتم انا نحن باشد و در فارسی آنها تو شما من ما میگویند. الان در اینجا زبان ترکی رو با در مقابل دو تا زبان دیگه داره مقایسه میکنه. و مولا داشتمور فرمودند. مولا داشتمور چی گفته؟ گفته که او حالا در فارسی او می نویسن، او همینه. ببینید از او، ضمیر او که در فارسی وجود داره از ضمیر ترکی رفته به اونجا. او اونلار هم آمده است. مولا داشتمور دیم که او به معنی اونلار یعنی به جای آن هم استفاده میشه و متکلم مختار است در گفتن آنها و گویا حقیقتا این هر دو یکی باشد و از کثرت استعمال مغایرت در الفاظ ضمایر مذکوره راه یافته. نگاه بکنید حالا این کتاب چیکار میکنه؟ داره آموزش میده زبان ترکی رو به فارسی با متن فارسی. علمای خمسه فرمودند که گوینده ترکی مستحب است که صاحب مناصب و یا صاحب گله و رمی و یا لااقل سواره و ملازم بر کار دیوان باشد. دقت بکنید این علمای خمسه یعنی اون 5 عالمی که اولش اسمشو گفتیم، میگه اونها گفتن که کسی که ببینید موقعیت اجتماعی ترک زبان ها و ترک ها رو داره بیان میکنه که در اون مقطع تاریخی ترک باید چجوری باشه تا بگن این ترک خالصه. دقت بکنید کلاس رو ببینید. میگه گویند ترکی مستحب است ترکی چیکار بکنه؟ صاحب مناصب مقام های دولتی، صاحب گله و رمه صاحب ثروت باشه و لااقل سوار. دیگه میگه هیچی نداشته باشه ترک زبان باید یه اسب داشته باشه سوار بشه و ملازم بر کار دیوان و میگه که بر کار دولت هم باید نزدیک باشه یا سوار باشه بر کار دولت. و اگر هیچ از اینا در متکلم ترکی نباشه، میگه اگر اونی که ترکی صحبت میکنه صاحب مقام دولتی نیست، به دربار و اینها راه نداره، صاحب پول و منال نیست و حداقل یه اسبی نداره سوار بشه، مکروه هست که به ترکی تکلم نماید. میگه اصلا مکروهه که ترکی صحبت بکنه. ترکی ببینید کلاس ایام بوده. اگر میگه یه ترکی فقیر باشه مکروه به ترکی صحبت بکنه، باید ترک ثروتمند باشه، قدرتمند باشه، باید در دولت حضور داشته باشه، باید در ملازم کار دولت باشه. نگاه کنید چقدر سیاست رو ببینید، حالا درک بکنیم به قضیه رو. شما فکر می‌کنید فارسی کلاس بوده در اون مقطع؟ در دوره نادر و صفوی و بقیه فارسی کلاس بوده؟ نه آقا اینجوری نیست. اینجا میگه که دوباره میخونم این سطر رو. من این کتاب خیلی جالبه، اینو بعداً خودم میخونم، فقط این 1-2 سطر دیگه بخونم بعد تموم بکنم که دوستان خیلی طولانی شده امروز. گوینده ترکی یعنی کسی که زبان ترکی رو داره استفاده میکنه مستحب است که صاحب مناصب و مقام‌های دولتی یا صاحب گله و رمه یعنی ثروت و لااقل سواره باشه، سواره اسب باشه و ملازم بر کار، لااقل ملازم بر کار دیوان باشه. یعنی میگه یه جوری ربط داشته باشه به کار دیوان و دولت. و اگر هیچ یک از اینها در متکلم ترکی نباشد، اگر اون کسی که ترکی صحبت میکنه هیچ یکی از این ثروت رو نداره، اسب رو نداره، در کار دولتی حضور نداره، میگه
مکروه هست که به ترکی تکلم، مکروهه که ترکی صحبت بکنه. و بلکه ملا یاردانگولی این را حرام میداند. ای جان میگه ملا یاردانگولی، یکی از عالمان همین نویسندگان این کتاب، میگه که اصلا حرام است که به ترکی صحبت بکنه اگه فقیره، اگه تو کار دولت نیست، اگر حداقل یک اسبی نداره سوار بشه، یعنی امروز یک ماشین نداره سوار. ببین کلاس ترکی چجوری بوده. حالا 1390 قش زمستان، محمد مجندهی جبهدار آذربایجان. خب اینجا صفحه 9 این مقدمه رو بود دوستان. من مقدمه رو خوندم دیگه، فکر میکنم که اجازه بدید کتاب بمونه، بعدا خودم میخونم. خیلی متشکرم دوستان از حضورتون. این کتاب رو میتونید دانلود بکنید، این مقدمه بود، میتونید کتاب رو دانلود بکنید. اینجا ببینید، اینجا وقتی در این صفحه رو بیایید، اینجا اسمش هست چی؟ من الان اجازه بدید برم الیاز مالار. اینجا الیاز مالار، من اینو اولا حالا نمیدونم چیه پین کردم بالا. اینجا نگاه بکنید، پین کردم اینجا که این صفحه همیشه بالا باشه، هر کتابی که میذاره من ببینم، هم وقتی هم که دارم سرچ میکنم دیگه به راحتی بتونم پیداش بکنم. نگاه کنید وقتی روی میذارم این میاد بالا. حالا اینجا شما اگه بخواید چیز بکنید، اینجا این 3 نقطه رو که بزنید، اجازه بدید ببینم اینجاست یا اینجا، به شما میگه که چجوری بیاید و اینجا سرچ بکنید. اینجا میتونید برای دوستان بفرستید. این نیست، اینجا select tones disable sound، نه این نیست، این هم که نیست. من احتمالا اینو از چیز در آوردم. آها اینجا بذارید ببینم، من اینو یه جایی هستش که میشه سرچ کرد. آها اینجا علامت ذره بین که هست بزنید، مثلا می‌نویسید مظهر الترکی، به همین شکل املایی که نوشته. نگاه کنید اینجا که بزنید دیگه این کتاب رو برای شما پیدا میکنه. نگاه بکنید اینجا یکی، الان اینجا 3 تا آورده، اینجا دوباره و اینجا دوباره، در 3 جا اینو آورده. البته چرا این رو اینجا هم نگاه کنید، متن کتاب رو آورده دوستان. در پایین هم میتونید دانلود بکنید، متن کتاب رو میتونید دانلود بکنید. این اوکی. اینجا من این قسمت رو تقریبا خوندم دیگه، مقدمش رو خوندم. ببخشید این خوندم. این کتاب در اصل ظاهرا به فارسی نوشته شده، اما برای آموزش زبان ترکی به فارس زبان ها. حالا اینجا الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، گمگشتی دیار نادانی و صحرانورد خیالات پریشانی، همین که اونجا خونده بودیم عزیز جان، اینجا دیگه همون رو داره ادامه میده. با الفاظ ترکی متکلم می باشد و به مرتبه کلام ترکی داران، مرز و بوم و شیوع وارد که در هنگام طفولیت که در آن ولایت توطن داشت. اینها رو خوندیم. حالا این کتاب رو دوستان میتونید دانلود بکنید بخونید. من خودم این رو همین الان متن کتاب رو میزنم که دوباره نه مقدمه، اون چیزی که من دانلود کرده بودم مقدمه است. حالا من متن کتاب رو هم اینجا دانلود میکنم، بعداً خودم اینو بشینم بخونم، برای اینکه وقتی من این کتاب رو الان خوندم، تا اینجا شو با شما خوندم، متوجه شدم که از نظر اجتماعی ترک‌ها چه مقام و جایگاهی داشتن و زبان ترکی چه جایگاهی داشت. میگه اگه شما مثلا الان بنز ندارید، اگه هر فارسی یه پیکان داره، نمیدونم یه ماشین، به هر حال هر چی هست تو ایران اونو داره، اگه ترک یه بنز نداره مثلا، دیگه اون ترکی حرف نزنه، برای اینکه باید کلاس ترکی در اجتماع خیلی بالاست.
جایگاه زبان ترکی زبان شعر نیست، برای اینکه شعر هزل و هوس و از این حرف هاست. زبان ترکی زبان علم، زبان آکادمی هست، زبان دانش، زبان تکنولوژی هست، زبان اداره مملکت، زبان سیاست، زبان فقه، زبان جامعه رو مدیریت بکنی. نگاه بکنید این خیلی فرقی که بگن فارسی زبان دریوریه، خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. یعنی کلاس زبان فارسی خیلی بالاست. من این کتاب رو خودم میخونم، احتمال میدم، نمیگم، من هر وقت که اگه بتونم حتی هر روز یک کتاب از این کتاب معرفی میکنم. از این صفحه آذربایجان کتابخاناسی یک کتاب رو به شما معرفی میکنم، اگه بتونم تلاش میکنم که این کار بکنم. حتی قرار باشه 10 دقیقه هم صحبت بکنم، تلاش میکنم که تو 10 دقیقه یک کتاب رو معرفی بکنم. و اینجا هم یه ویدیو dönem میبینم، جالبه، بذارید ببینیم این صدا داره. Bu enzi بیش از 220 yılından qabaq yazılıbdı. Dər üstündədir. Bu enzi بیش از 220 yılından qabaq yazılıbdı. Bu enzi بیش از 220 yılından qabaq yazılıbdı. Dər üstündədir. Be zabanı Suryanı ve Aşurlan diller ki الان bu zabanları ki indi vardı. اون خطی نمتوافق چون مرور زمان تغییر تافت به هر دمونه اوقیانمز و اوایل و اواخرinde de بحث‌های مرمت olup توسط فردی به نام داوود ابن ملکشاه سفرک تیره terdi koldan pustudular. Burada bəzi yerlərdə diqqət eləsəz, adəti sizdə görürsünüz, o pustu kitab bağı eləyiblər, bəzi yerlər bölünməyəcək. Məsələn, kamil kitab bağı. بعد bu qiyməti nə qədərdir? بالای 1200 ildir ki inşallah bu Kərmansaarda ki Sazman Enerji Atomunda zətdə nümunə versək dəqiq müşəxxəslər ehtimalını şayad bundan daha çox ola bilər. bəli. خب دوستان اینجا این دوستمون در رابطه با انجیل رسولان توضیح میده که بر روی پوست نوشته شده و قدمتش ایشون میگه که بیش از 1200 ساله. میگه که یه نمونه میخوایم بدیم به سازمان انرژی اتمی در ایران که آزمایش بکنن ببینیم که عمرش چقدر قبلتر از اونه و توضیح میده که این کتاب کلن چرم پوست حیوان هست، روی اون نوشته شده و این جاهایی که سفیده، یعنی شما بعضی از اون سفیدی ها رو میبینید، اینها به خاطر اینه که یه بخش هایی خیلی کهنه شده، خیلی از بین داشته میرفته، اینها رو ترمیم کردن. حالا داره با دستش هم نشون میده که مثلا اینجا دباغی که انجام گرفته روی پوست، شما وقتی دست بکشید اون زبر و برجستگی پوست رو هم حس میکنید. به هر حال کار بسیار جالبی انجام دادن. بسیار متشکرم جناب آذر باش جناب لاری، خیلی خیلی متشکر از لطفتون. شما یک کار بسیار بزرگی کردید. امیدوارم دوستان ما هم بتونیم دست به دست هم بدیم و یه چنین چیزی رو، یک کتابخونه‌ای از این کتاب‌ها درست بکنیم. روز و شبتون بخیر. خدا نگهدار. من الان اینو دیگه باز کردم. این متن اصلی کتاب هستش که دوستان اگه دقت بکنید چه خط زیبایی داشته. نگاه بکنید این رو قبل از اینکه دیگه خداحافظی بکنم. واو، خدایا چقدر زیبا نوشته شده، چقدر زیباست. یسبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. هر مخلوقی جناب احدیت جل شأنه را به زبانی ستایش و ثناخوانی نموده می نمایند. مؤلف اینجا مؤلفه، خیلی زیبا، خیلی زیبا. اینجا داره آموزش میده دیگه، چوش میچاره خاتمه قرار داده. شاید میگم، یعنی شاید بیام و این کتاب رو ببینید. اینجا مثلا به مصدوقه آیه کریمه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بنابر حکمت الهی هر طایفه و کرده در اطراف و اکناف ربع مسکون ساکن و هر یک زرنیشان با اختلاف الفاظ و اقوال در میان طوایف به ذکر و تسبیح الهی اشتغال داشته می دارند.
و اما ازهر و اشهر آنها عربی و فارسی و ترکی می باشد که بزرگان و دانشمندان عربی را فضاحت و فارسی را به ملاحت و ترکی را در شجاعت یافته و شمرده اند. نگاه، واقعا کتاب بسیار جالبی هست آقا، این رو باید خوند. احتمال میدم که بیام مثلا این کتاب رو هم اینجا اصلا بخونیم. حالا بذارید ببینیم چی میشه میاد. روزتون بخیر.